سلام بچه ها، کنگن قسم خیلی خوش اومد بوده این ویدیو. آقا اکانتمو بند کردین گارنا من اکانت مردم الکی بند میکنه. آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، حمایت کنید، داخل کامنت ها انرژی بدین. اکانتمو که خیلی وقت بود باهاش بودم و از دست دادم. من اومدم با یه اکانتی که یه اسم به درد نخور همینطوری زدم روشو، یعنی خیلی وقت پیش قبلا درست کردم زدم و اینا. نمیدونم بابا خدا این گارنا چرا بچه ها میبینید همینطوری اومدیم رو اکانتی که داغونه. همین دارم پلی میدم. کاپی سیلور 1 بود. من الان نزدیک 6 دست پلی دادم، 6 تا هم پشت سر هم وین کردم. گفتم بذار خود چیز بچه ها، من امیدم رو از دست نمیدم. من به خاطر ویورام هر کاری میکنم. من به این بازی نشون میدم که اکانتم هم نباشه من همه کار میتونم بکنم. اول بذاریم ما خدمتاییم. 32 تا کلا لباس داره، 32 تا لباس داره، 17 تا کلا شلوار داره. بکنم با زنونه حساب میکنه. 17 تا شلوار با 15 تا دنبایی و اینا، 8 تا ماسک با 6 تا. بچه اصلا هیچی نداره این اکانت، هیچی. باورتون میشه هیچ. من الان اومدم میخوام چیز کنیم با هم. اکانتو یه کاری بکن، اصلا اکانت فول هم نکنیم که هیچ. بچه ها نگاه کن، کلن 4 تا هم دنس داره. این دنس هم که قبلا رایگان میداده. من به خاطر ویورام هر کاری میکنم. من یعنی چیز میکنم، نه اکانتی میخرم نه چیزی، پولش هم داشته باشم نمیخرم. این بازی از دوباره میزنن یا ممکنه بند کنن و اینا. یا اصلا میخوام به کل بازی نشون بدم که آقا کینگنگ اکانتش هم بند کنین، هر کاری هم بکنین بازم باخ نمیده. بچه ها از این به بعد ویدیوهایی که میخوایم ببینین با این اکانت منه. هیچی هم نداره، فقط میخوام چیز کنم. راستی گاناشون هم بهتون نشون بدم. هیچی نداره عدنا. این انفور رایگانا رو داره، تازه نیست بشید. این انفور فقط 2 خط ریت اینش خوبه، اینو داره. بعضا M14 نداره. اسکار اینو داره که بدون اسکین. گروزا نداره. فاماس یه دونه کلن داره. اینم فکر کنم فقط یه دونه، فکر کنم اینش خوبه. و A94 ایکس مش نداره. پلاس من که کلا من تو یکی اکانتم هم نداشتم. AOG من تو یکی اکانتم انکوباتر داشتم، انکوباتر سوم. این فقط همینو داره که اینم زمانی. اون دوتا این دوتا زمانیه. بعد پروفال نداره، کینگ فیشر نداره، GC6 نداره، از این بعد SKS نداره، SPD نداره، وودپکر نداره. واقعا AC80 هم که یه دونه این زمانی هم گرفتم، نمیدونم کی گرفتیم، ولی خدا وکیلی که گرفتم نمیدونم. سطیر که هیچی هم 60 نداره. 2 خطا گورایی ریتش کم میکنه. اینا نداره. UMP هم که یه اسکین مسخره. MP5 هم که همینه. 2 خط دمیج نه، ریت بهتره. نظر من ریت بهتره. VSS هم 2 خط ریت. بابا میرسیم به اصل کار. اون اکانت MP40 کوبرا لول 5 داشت. این اکانت یه دونه MP40 داغون داره. آقا نگاه کنین چقدر من نزدیک، چقدر برای اون اکانت خرج کردم. P90 نداره. از این بر تامسون نداره. اون اکانت ویکتور ساده هم حداقل داشت، اینی نداره همونو. اون اکانت یه بایزون نه اون اکانت فکر نکنم، ولی مکتن داشت، از M10 داشت، مکس 7 هم داشت فکر کنم. این اسپاس بعد تراگون نداشت. چرچ بوستر هم فکر کنم داشت، نمیدونم. از اون بر همین اسنایپ بودون. میریم بر اسنایپ رو حالی کاری نرم. راستی بچه تصمیم خروچی اونجا فکر کنم 18 نداشتم. M500 ولی داشتم. USB فکر کنم داشتم. از این بر دابل USB داشتم. همین بعد قابلمه این کاتانا خوب. شمشیرم داشتم.
چیز تبر حضرت اسرائیل. پس که موش نداشتم حالا قبول. یه نارنجک این فقط داره، اون نزدیک 20 تا 40 تا این 46 تا اینا بود. نارنجکم نارنجک الیت پس بود. بعد این بر یخ نداره، بعد این فقط یه اینو داره. بعد بچه اصلا نگاه کنید من انقدر روی این اکانت پلی ندادم. این حالا آیدیش خواستیم در گیم درخواست بدید، خواستی هر گیم که با هم نگاه کنین بچه اصلا بخندید. فقط این از فایر پس ها الیت پس این بویا پس نگاه لول 24 یادونه هر رو کلا بردم. الانم که لول 10 هم. خدا وکیلی کاپشو نگاه کنید. این سیلور 1 بود، من تا اینجا 6 تا بویا پشت سرم. نگاه کنید بچه ها اینو داشتم اومدم. بعد رنگ گیمتو نگاه کنیم فقط بخندید. یعنی سیلور این برونز اون سیلوره. خدا وکیلی ما میخواستیم این سیزن بریم ریجن. این سیزن میخواستم برم ریجن رو یه نگاه بندازی. ریجن این کاپو نمیگم. کلش رو میخواستم این سیزن برم ریجن. این سیزن میتونستم راحت پلی بدم برم ریجن. بعد شانس من با اکانت هم بشه. ریجن نگاه بکنیم. نگاه کنیم اصلا داخونی نمیتونه. تی آرمی نیو چقدر گیل نیو زیاد. تی آرمی هم هست. نیو خیلی گیلش زیاده. اف بی تو کی نه این بی تو کی اصلیه فکر کنم نیست. بچه ها نگاه کن. فکر کنم این مستر حسام. بچه ها مستر وانشاته. یوتیوبر معروف فکر کنم همونه. بله این لایک نمیشه آن لایکش کرد. یوتیوبر معروف ما اکانتش مستر حسام هم جزو گیلشه. بچه ها من اصلا نمیخوام چیز کنم ولی نگاه کنیم. من را بزنینم لایک کنیم. راحت این سیزن به خدا من میتونستم برم مثلا اگه زیاد پلی میدادم. ولی نگاه کنیم خدا وکیلی اکانتمون زد بند شد. و رنگ هیستوری چیه اینجا؟ سیزن 12 و اصلا سیزن ها اصلا روش پلی ندادم. سیزن 6 ولی خدا وکیلی بچه به امیداتون خیلی نیاز دارم. من میخواستم مثلا برم سمت یه گیم دیگه براتون ولی گفتم بذار فری فایر بمونم تا به کل این بازی نشون بدم که من باخ نمیدم. میخواست به کل این بازی نشون بدم که من باخ نمیدم. اکانتمو گارینا بند کنه، این اکانتم بخواد بند کنه، هر کاری بکنه گارینا بزنه کلا بازی رو ببنده که کلا نمیتونم چیز کنم. ولی دوباره هر اکانتی بسازم بند کنه بازم من باخ نمیدم و به خاطر ویورام هر کاری میکنم. آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. بریم برای خداحافظی. آقا لطفا حمایت کنید. ممنون میشم حمایت کنید از ما که چیز بشه. ما امید داشته باشیم بتونیم براتون چیز کنیم ویدیوهای خیلی خفن درست. ولی من به خاطر ویورام هر کاری میکنم. امیدم هم از دست نمیدم. آقا دوباره میگم لایک کامنت سابسکرایب فراموش زنگوله کنار سابسکرایب هم بذارین رو که من ویدیو گوشتم اول از همه شما پاشی بیای ویدیو رو ببینی. آقا گود بای.